به نام خدای مهربون، با عرض سلام و ادب. بنده سوری هستم، تو حوزه روانکاوی کار میکنم و اگه بخوام به اختصار بگم رویکردی هست به اسم ISTDP، روانکاوی با سرعت. حوزه تخصصی که ما میتونیم کمک کرده باشیم به مراجعین گرامی تو حوزه اضطراب، افسردگی و موضوعی ارتباطی هست. خیلی از موضوع شبیه این که من نمیتونم بگم، انگیزه کافی ندارم، اعتماد به آدم ها ندارم. اینا از حوزه‌ای که ما میتونیم در واقع کمک کنیم. یا اضطراب هایی که مراجعین میگن دست خود ما نیست، نمیدونیم چطوری میاد و ما در واقع کاری که تو جلسات درمان میکنیم اینه که اون چیزی که بیرون از جلسه درمان اتفاق میفته میاریم تو جلسه درمان و به صورت ملموس باش مواجه میشیم و کاری میکنیم که مراجع بتونه ظرفیتش رو افزایش بده و بتونه با اون موضوع و اون مؤلفه که داره اذیتش میکنه مواجه شه و از پس اون داستان بر بیاد. بخوام به عبارت ساده بگم اینه، یعنی مراجع اگه میگه من بیرون قش میکنم و حالم بد میشه، ما تو جلسات درمان کاری میکنیم که این فرد تو جلسه درمان این اتفاق براش بیفته، اما ما کمکش کنیم خوب بشه. یعنی بیشتر از این خواسته باشیم نظری کار کنیم، توصیه کنیم، پیشنهاد بدیم، بیشتر جنبه عملی داره کار درمان ما و مراجعینی که به بنده مراجعه کردن بهتر میتونن این موضوع به وضوح توضیح بدن. انشالله که بتونیم در خدمتتون باشیم و کمک موثری به همه دوستان و کسایی که تمایل دارن از دانش روانشناسی استفاده کنن ببرن. خدا نگهدارتون.